دختر ایستد ایستد. شما چی کار میکنید؟ این دختر از تشکیلات است دکتر. من او را میشناسم. او هم کرسی من است. از تشکیلات گریخته با من پناه جست. برای همه کارهایش پشیمان است. اگر تو این طور گویی راست است دکتر. سلیمه خواهر همان قومندان کشته شده است. برای انتقامی اکم را گرفتن از تشکیلات گریختم. یعنی از تشکیلات انتقام گرفتن میخواهی؟ اکنون برای آن قاتلان را کشتن زندگی میکنم. سلیمه من میخواهم که تو تسلیم شوی. نه دکتر، تسلیم نشود. مادام دشمنی تشکیلات است و آنها را نیست کردن میخواهد، او از ماست. اگر از تشکیلات انتقام گرفتن خواهی، همراه ما باش. به قرارگاه تشکیلات برگرد. برای ما جاسوسی کن تا ما قلعه را از درون فتح کنیم، تا ما آن بدینان را نیست کنیم. حضرتم این کار خیلی خطرناک است. این کار رو سلیمه کردن نمیتواند. میتوانم. سلیمه تو خطا میکنی. آخر تو سلاحدار نیستی، تو دکتر هستی. هرچی باشد فرق ندارد. همش رو میکنم. خون یک کم در زمین نماند بس. برای این دختر یک تلفن و سلاح آماده کن. جبار، با چشم. بیا دخترم، با تو نشسته حساب کنیم. مالها را به عبدالله ابله سپاریده. حیف شما، این چه خدکار است اینان؟ راست میگوید قومندان. اگر آن ملا را نکشم به خدا نام من سینان نباشد. خوب شده است قومندان، خوب شده است. ای باطن، این قومندان مرا خیلی جنجال کرد. گپی ناگفته‌اش نماند. اگر این عبداللهی بی ناموس را نکشیم میسوزیم. براستی میسوزیم. باطن قومندان، باطن قومندان، باطن قومندان. چی میخواهی؟ من با کی گپ میزنم؟ آخر قومندان ها مرا لخت و پاره کردن. یک دنیا مشکلی داریم. من با کی گپ میزنم؟ معلوم میشود که فکری تو حال هم در یلدوز است. به من خلل نرسان سینان. تو آن خائن را فراموش کن باطن قومندان. خلل نرسان سینان. خطا میکنی سلیمه. تو رو که ها خواهین اعلام کردم. اگر به قرارگاه برگردی تو رو زنده نمیگذارند. با من چیزی نمیشود. خواطر نشو توهیر. چی طور باور کرده میتوانی ها؟ وطن مرا دوست می‌دارد. به من ضرر نمی‌رساند. به دیگران هم مانع می‌شود. همانها را نیست کردن زیاد دوام نمی‌کند. در مدتی کوتاه از آنها خلاص می‌شوم. باید تسلیم شوی. از عفو استفاده کرده برای خودت حیاتی نوی آغاز میکنی. صاحب آینده میشوی. اکنون دیر شد طاهر. خودت رو احتیاط کن.
خدا نگهبانت سلیمه. کاش من از اول مثل تو ایمان می آوردم. شاید زندگیم دیگر می شد. خوب شد که آمدی. چی شد؟ آن سلاحداری پلیس بعد از رفتنی تو همه جا را پریشان کرده است. رحمان و بیردی را عذاب داده است. دیلو به آنجا رفت. کشاید به حضرت سیدا را کشاید. خدا شفا دهد برادران. خدا رحمت کند. سیدا ما را محو کردن، خانه ما را ویران کردن. خودت را خسته نکن برادر. از همش خبر دارم. آن سگ دولت، آن ظالم شما را عذاب داده است. باز چی گویم؟ همه تان دیده این دولت بدین مردم دیندار را اذیت میدهد. از این دولت ظالم تنها یک راه خلاصی داریم، آن هم دولت مسلمانی تشکیل کردن است. انشالله راست بگوید حضرت، راست بگوید. انشالله. اجازه دید. دیلا احوالات چطور است؟ احوالشون بد است آقای طاهر. دکتر، این کاری همان دولتی است که تو خوبش میگویی. و مردم ظلم میکنند، تو باز آنها را محافظت میکنی. همش معلوم است دکتر. به دولت اجازت نمیدیم، دیگر اجازت نمیدیم که به این مظلوم ها دست رساند. بیایید کمک کنید، به نقطه طبی میبریم. کنی زودتر کمک کنید. زودتر بیاید. کنی به این طرف زودتر. باتن تو برای چی زیغ میشوی؟ باتن بیا، این هم آن دختر تو رو دوست نمیداشته. رو از پیشم سینون. تو خواطر نشو. به این هم وقتی با آن حریف حساب و کتاب کردنمان رسید. با این راه انتقام یلدز را هم میگیریم. سینان کماندو، چه؟ نوبدار آمدن یلدز را خبر داد. چه؟ یعنی او را نکشتند؟ خیلی خوب شد. حساب جنگاور را جنگاور میدهد. همینطور میباتن جنگاور میدهد. بیا گفتم بیا. وای دویدنی گوی سالا تا کدان گفتن.
به ناموس. خواهین را محافظت میکنی باتان. پیش از قتل او را گوش کنیم. چرا گریختی یلدوز؟ بعد از شکنجه های زیادی کشتن اکم رو دیدم بوتن. از شما نفرت کردم، برای همین گریختم. میدانیم که با آب کلان به نزد دکتر رفتی. بله، رفتم. چرا برگشتی یلدوز؟ خطا کردم، به احساسات داده شدم، اما من جنگاورم. خطایی کردم رو فهمیدم و برگشتم. با آدمانی عبدالله چیکار کردی یلدوز؟ از تشکیلات بودنم رو فهمیدند. مرا کشتن میخواستند، اما طاهر نجاتم داد. آنها دیدید؟ همه‌اش را کشاد و روشن نقل کرد. در این کار خیانت نیست. اکنون ما با او باور میکنیم ها؟ جاسوسی نکردنش را از کجا میدانی باتان؟ من به چیزی باور کردم خیانت نمیکنم. من سربازی دوایم هستم. اگر یک بار دیگر تکرار کنی میکشم. نمیکنم با یک طرفی است. مادام برگشتی، مادام دعوای سربازی داری، از این پس چون دکتر نیو همچون جنگاور می جنگی، فهما؟ می جنگم سینان قماندان. وظیفه اولینت باشد کشتنی آن ملای ابله عبدالله می شود، فهما؟ این کار یلدوز نیست. اگر در تشکیلات ماندن خواهد اجرا میکند با تن قماندان. میکنم. عبدالله رو میکشم. خب آفرین، همه از پای کار شدید. مشق کنید، یعنی زودتر از پای کار. از پای کار گفتم، زودتر. همه‌اش موافق خواهشمان رفته ایستاده است سردارم. با خدا چتین از یک طرف، من از طرف دیگر، مردم همه گرنگ شدند. از ده ترکیش را انتظارم. باید مردم تقسیم شوند. می شوند، به نزدیکی می شوند. همه‌شان گوش به قمارند. همه به هر طرف می روند. مردم تقسیم می شوند. خدا شفاتی بده. خدا شفاتی بده. تشکر. خدا شفاتیت برادر. خدا شفاتیت. خدا از شما راضی باشد دکتر. برای فرهاد بسیار کوشش کردید. شاید تو را دیگر نبینم. حقت را حلال کن دکتر. بخیر است؟ با کجا می روید؟ ما همه رویم. و خدا کجایی که بخوف باشد همانجا می رویم. شما به شهر می روید؟ چونانه که حضرت سیدا گفتند از بدنان دورتر به جایی که نه دست دولت و نه تشکیلات نمی رسد یک دیه بوده است. من اهل و عائله‌ام را با آنجا می برم. در جایی که پسرم را کشتند ایستاده نمی توانم. تو چه ها میگویی پسرم؟ با کجا می روی؟
شنیدید پدر؟ فرهادم را گونانیده میروم. ایستا پسرم، خانه‌ات رو ترک نکن. چه خیلی کوچیدن. خانم رو ویران کردن. آیلم رو پریشان ساختن. اکا با خود بیا. با کجا می روید؟ این غم ها برایمون بسنده است. با خدا اگر روید پدرم میمورم. اکا بس است اکنون مرا به حالم گذارید. مهربان گفتم نه از پس مایه و نمانه شوید. ای بی ایمان های خانم رو خراب کرده. روزی خوبی رو نبینید. بیایید پدر جان. بردی کاری خوب میکنم. من هم همراه او میروم. پسرم این چه خیلی گپ است؟ مگر اینجا دهه مسلمانان نه نیست؟ خاله احوالم را دیدید. ما را پریشان کردند. از آدمگری هم برآمدند. ای خدا با شما چی شد است آخر؟ چیکار کنیم دکتر؟ همه از پس درد خودش جانش را رها میکند. همینطور نه؟ رفته. شما نروید. البته یگان ایلاجش رو میابیم. نکنید. ما مثل پیشتر با خواد نیستیم اما همش خوب میشود. بخیر گردونم میروید. خدا نگهبان. آن ظالم ها مردم را پراکنده کردند. کی در اینجا میماند؟ همه به هر طرف رفتند. دلا من کمی سر میکنم. مایلش آقای طاهر. برای مردمی ده غم میخورند. چیکار کند دخترم؟ چیکار کردنمان را نمیدونیم. برادر با برادر جنگ میکند. سلیما 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 ایستا ایستا. چی شد؟ برگشتی؟ چی شد سلیما؟ چرا گم نمیزنی؟ با اینجا برای کشتن عبدالله اومدم. سلیما تو چی ها میگویی؟ شرطی باز به تشکیلات در اومدنم همین است طاهر. سلیما تو دیوانه شده ای. آدمان عبدالله تو را پاره پاره میکنن. سلیما ایستا. سلیما تو چیکار میکنی؟ مجبورم طاهر. اگر از تشکیلات برایم آن قاتلان رو یافته نمیتوانم. سلیما به خود بیا. برای انتقام اکم هر کاری لازم باید میکنم. سلیما ایستا ایستا به خود بیا. سرده. سلیما سرده. سلیما سرده مرا گفتم. سرده. سلیما
معلوم نیست که مواد مخدر تا کی در دست ما میماند. با دقت باش جبار، تا خبر فرستادنشان مالها باید احتیاط کنیم. مالها را در جای هر وقت پنهان کردیم، در اوغیلند. به فکر کسی هم نمی آید. غیر از این در نزد در پاسبان گذاشتم. السلام علیکم حضرت سیدا. و علیکم السلام. آقای درسون خوش آمدی؟ خوش باشید. این پسر کیست درسون؟ این پسر در محله که من امامتی میکنم زندگی میکند. نامش بهری. چند روز باز به نزد حضرت سیدا روی میگفت. براستی آقای بهری؟ کنی به من گوی چی درد داری؟ من به شما خدمت کردن میخوام حضرت سیدو. اگر اجازه دهید من هم سرباز شده در پهلوی شما میستم. تو را میفهمم، لیکن تو حالا خورد هستی. تو قوت سرباز شدن را نداری. اول رفته کلان شو بعد بیا. با دستگیری کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، دلیر خیریدین کنسرت نوبتی خیش را برپا میکند. کاخ جامی 1 یول ساعت 16. دلیر خیریدین با سرودهای نوی خود. این کنسرت زیر عنوان آهسته بیا برگزار میگردد. تلفن ها 985 48 55 33 و 918 53 33 06. در آنجا یک سلاحدار هست. در آنجا کی؟ ایست. در جایت ایست. سعیدو! سعیدو! ایست گفتم. کافر! کافر! نگهبانان زود باشد! او را دستگیر کنید! کافر را کشید! کرده! کشید! کشید! کافر! کافر! از پسم هستن توهیر. من آنها را بگر میگیرم، تو باشی. بر از این مادرم رفتم مرا در آنجا انتظار شد. اما با این طرف زودتر. دکتر دکتر یک زنی سلاحدار را ندیدی؟ با آن طرف رفت. دوید او را دستگیر کنید زودتر. چی شد جبور؟ دختری تشکیلات قصد جان سعیدا را کرد. تو زخم دار شدی؟ لعنتی منو پراند. در آنجا لوازمات طبی هست؟ هست. بیا رفیق زودتر دستت رو بینم کریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر است بابا، به کجا می روید؟ پسری رئیس دهه کارالی هلاک شده است. با آنجا به جنازه می روم. نه خب، بیچاره حالا جوان بود. یعنی هلاک شده است. خدا او را رحمت کند، به نزدیکانش صبر دهد. من هم بگاه می روم. خیر روی سفر. بله سلامت باشید. او چی را فکر میکند؟ دختر یلدوز را فکر میکند سینام. احمق. از روزی که یلدوز رفت او عقلش را خورده است.
юлдузро ба сӯи марг фиристодем синон. агар абдуллоро кушта метавонист то ҳозир бояд бармегашт. рафта бинам боз дастгир нашуда бошад. мекушад ботан. агар дубора ба наздамон омадан хоҳад мекушад. силоҳдори асил буданашро исбот мекунад. агар ӯро накушта ба бозишгоҳ баргардад, дониста бош ки дар пеши чашмонам ман ӯро мекушам ботан. اومی خدا رحم خدا با شما صبر دهد. جوانی خوب خدا از شما خدا صبر جمیل دهد. پدر در کجا میگردی دخترم؟ خانه‌ام را سوزاندن. گریه نکنید پدر، خواهش میکنم گریه نکنید. جسد را آوردم، گفتن پسرت شهید نشده است. این چی خیل کار از دخترم؟ خودت گوی این چگونه تومت است؟ پدر کسی چیزی میگوید اعصاب باور نکنید. اکام شهید شد، راحت باشید. من انتقامش رو میگیرم از آدمانی که این کارو کردن. حساب میپرسم. از من رضا باشید پدر. سلیما دخترم نرم. سلیما پدر نمیتوانم، باید روم. سلیما دخترم نرم. سلیما از روی تو شده به یک سلاحدار باور کردم. کاری کرده ای کافر رابین؟ این چی کاری کرده بود دکتر؟ نمیدونم. وقتی از اینجا رفتن گفت که با شما مرید شدن میخواهد، لیکن به فکری من حتما یگان نقشه دارد. با سلیما صحبت نکرده هیچ چیز گفته نمیتوانم. غیر از این در مرافعه ها جنایتکار حقوق حمایه خود را دارد. حاجت به گپ زدن نیست. چی خیل بودنی آن کافر معلوم گشت. این گونه آدمان حق و حقوق را نمیفهمند. چی خیل بودنی آن کافر معلوم گشت. از دین رو گردانده است، جاسوس است. قتل او واجب است. کنی بیا بینم.
درد میکند؟ نه چی خیل درد با جوانمرد یگان چیز نمیشود. هیچ گپ نه. جوان مرد است. آفرین به تو، مرا نجات دادی. به تو هم آفرین درسون، جنگاوری خوب تربیه کرده. استغفرالله حضرتم. بله، در حقیقت جوانی نوترس بوده است. با عائلت خبر دهیم آماده تو را برند. پدر و مادرت در کجایند؟ مادرم در دهه است. پدرم باشد شهید شده است. با خواست خدا من هم مثل او بر ضد سلاحداران مبارزه میبرم. لازم شود من هم شهید میشوم. پدرت بیشتر از بحری. تو هم باید به مانند پدرت در راه خدا بجنگی و قصد پدرت را بگیری. میگیرم انشالله حضرت سیدا. فقط شما امر نموید خلاص. با اجازهتان من اکنون به دهه‌مان برمیگردم. آن منافق سلاحدار از پست است. در این وقت نرفت دکتر. امشب در اینجا همراه ما بمان. لازم نیست. شما کاری از دستتان آماده را کردید. به خانه رفتن میخواهم. مادر و خواهرم در خانه تنهایند. آنها را نباید تنها گذارم. دادر جون، من پسرم رو میکابم. نامش بحری. همراه آقای درسون به اینجا آمده بود. بله پدرم اینجاست، در نزد حضرت سیدا. مرحمت گذارید. از این پس اینجا خانه تو حساب می شود بحری. به خواست خدا تو را سرباز میکنیم. برای دین و ایمانت مبارزه خواهی برد. لازم شود در راه خدا میمیری و میکشی. حضرت سیدا، قربانتان شوم. او حالا کودک است. سخنان شما را درک نمی کند. از برای خدا او را سرباز نکنید. خواهش میکنم. حضرت قربانتان شوم. شهادا پی زلیخا، با حضرت سیدا روبرو شدن عیب است. شما زن هستید آخر. این زن را از اینجا برار درسون. حاضر حضرتم، برایت. شد مادر، بیاید پسرم، رفتیم. تو با این گناه آدمون چیکار میکنی؟ یک به احوالت نگر که تو رو به این حال در آورد. شد مادر، چیزی نیست. در نزد حضرت عیب میشود. بیاید رفتیم. آقای درسون، کودک را خوب تربیه کن. به ما فایده زیاد می آورد. با مادرش هم صحبت کن که دیگر به اینجا نآید. خوب شده است. مرا در نزد حضرت سیدا شرمنده کرده. بحری است. به کجا می روی؟ مرا سر دهید. من دیگر کودک نیستم. قربانت شوم. تو حالا کودک هستی. تو باید مکتب خونی. اگر پدرت زنده می بود او هم همین رو می خواست. اگر پدرم زنده می بود از رفتار شما شرم می داشت. مرا شرمنده کرده. بحری، مادرت را نرنجان. شما روید اپا. ما آهسته آهسته از پستان می آییم. مادرت را نرنجان. حضرت سیدا تو را دوست داشته است. حالا باشد رو از مادرت بخشش پرس. حضرت سیدا به تو یک وظیفه مهم می دهد.
ایستا با تو گفتم. آرام شو. این منم دکتر یلدوز. با سینان گوی که وظیفه‌اش رو اجرا سینان کرده. کماندان تو رو انتظار است. راگرد یا اون کاری خطا نکن. راگرد. بسیار فکر نکن باتن کماندان. دعا کن که عبدالله او را کشته باشد وگرنه مجبور میشوی که او را تو کشی. تو دکتر یلدوز می آید. دکتر یلدوز می آید. سلاحت را یک طرف کن. خوب هستی یلدوز؟ خوبم بودن. عبدالله را کشتی یلدوز؟ چرا خاموشی یلدوز؟ او را به قتل رساندی؟ به حجرش در آمدم اما او رو کشته نتوانستم. همش فهمو. یعنی نکشتی. چی کار میکنی سینان؟ یلدوز را چرا نکشتیم؟ باید آن منافق را به قتل میرساند. شرطمان همین بود. نکشته باید بر نمیگشت. کوشش کردم اما نتوانستم. خبردار شدن به زور گریختم. چطور با تو باور کنیم ها؟ از کجا میدانیم که ما را فریب نمیکنی ها؟ سینان ایستا سینان. مان او خائن است. جزایش را باید بیند. او را میکشم با تن. دستی خالی ناومدم سینان. از عبدالله جای مواد مخدرمان رو فهمیدم. سینان این رو یک طرف گذار. خودت شنیدی؟ یلدوز کاری خوبی انجام داده است. با تو از مرگ عبدالله هم چیزی بهتری آورد. با این راه مالهای از دست داده امان را میگیریم. مادامی که جای مالها را میدانی به تو یک امکانت آخرین میدهم. رفته مالها را بیار. این امتحان آخرین است. اگر از اودش برای خوب نه برای رحم نمی کنم. فکری خوب سینان. تو دیوانه شدی سینان. او را میشناسم. اگر یلدوز با مقابل آنها برایت میمورد. اگر بیمیرد دیگر چی علاج؟ اما اگر مالها را گرفته بیارد به صفمان یک جنگاوری با تجربه همراه می شود. همینطور نه یلدوز؟ رفتم مالها رو میارم سینان. خوب به تو 5 ساعت وقت. اگر در 5 ساعت بر نگردی در کجای نباشی من تو را یافته میکشم. فهمیدی؟ میکشم. فهمیدی؟ خوب شده سینان قماندان. بیراو. او را دیده و دانسته به مرگ روان کردی. به مرگ نه، به وظیفه روان کردم. این یک امتحان است باتن قماندان. یلدوز خائن است. تا اثبات شدنی صداقتش خائن میماند. تو مهری به او داشتم رو میدانی. اگر با او یگان چیز شود احوال همشیر دیلا خوب نمی شود. دانسته باش. کسی به او دست نمی رساند. اجازت نمی دیم. عبدو خیلی سر و سیما بود. با خدا اکنون رفته به قزبان میگوید که بگاه به خواستگاریت میوییم.
کنی بینیم انشالله همش بخیر میشم. انشالله. میدونی من قزبان و الدو رو به هم دیگر موافق میبینم. قزبان الدو تو در اینجا چیکار میکنی؟ اگر پدرم ببیند تو رو میکشد. نه نترس، من از این چیز نمیترسم. خودت دیدی که. قزبان چرا میترسی؟ اومده تو رو ادابری از پدرت خواستگاری میکنم. آخر دفعه گذشته عیب شد مگر اینطور میشود؟ آخر در بین رو او هم راست میگوید. اگر من هم میشدم با شخصی که در سری رو دختر خواستگاری میکند اهمیت نمیدادم. همین طبیعه. خدا راست میگی. اگر من هم باشم دخترم رو نمیدهم. خیرت چی میشود؟ چی میشه؟ همرو هم کلول های ده رو بگیرم، یک قطی شیرینی بگیرم، بگه آمده تو رو خواستگاری بکنم. پدرت باشد با دو دستی ادب تو رو با من میدیم. آمده تو رو خواستگاری میکنم، خواستم تو رو خبردار سازم. تو هم تیاری بیده، تیاری بیده. برای انتظار شما مایلش. بیو مایلش. ای جانم قزبانم نوری دو چشمانم ای وعده بوده کی میشه میمانم قزبانم ای جانم نوری دو چشمانم ای جانم نوری دو چشمانم بکنم قزبانم ای جانم. پدرم اومد گریز. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم خدا ترکی پسم خدا از آچه شد و مشدا دوری ز من سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گرفتارم و چشمانی سیاها تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده میده با خوشت بگوشی تو میمیرم خاک آمده ما